رفیع گریختند. قوتم نرسید پسرم. از پسش دویدم اما او رو نیافتم. شد مادر جان، بسیار غم نخورید. چه خیلی غم نخورم پسرم. رفته همش رو به حمید نقل میکنم. از اینجا گریزید پسرم. شما مرا همینجا منتظر شوید. به کجا می روی؟ به نزد آقای حمید. ایستا پسرم. پسرم به اونجا نرم. شرف میده تقدیم میکنه. آمده به حمید میگوید دیگر اینجا نیستید. گریخته روید دخترم. دادر دلو بیمار است. همین که زیاد شد می رویم. مایلش. اکا چرا شما از جویتان خستید؟ آخر شما بیمارید. برای چی خستید؟ با من بیا. با تو یک گپی مهم دارم حمید. میلش اکا میلش. بیاید به درون گذاریم. بخیر است اکا. اون گپی مهمتون چی بوده است؟ اینجا شین. پس از شنیدنش باز سکته دل نشوی. تو برات را در آسمان می جستی، لیکن برات در تگی بینیت بوده است. اگه از برای خدا گپ را دراز نکنید زود گپتان را گویید. با من خوب گوش کن. اگر گویم باوریت نمی آید خودت را به دست گیر حمید. کی بودنی برات را به تو می گویم. گوید اکا گوید آخر. دکتر طاهر انا همان برات است. باز نافتی. چی گفتید؟ یک بار دیگر گوید. طاهر برات است میگویم. شما چه میگوید اکا؟ شما چی گفتنتان را میدونید اکا؟ آخر دکتری گفتنتان دامادی من است. البته دامادمان پسر زلال برات است. در خانه همان ما را پرورش نمودیم حامد. اکا شما چی ها میگوید؟ آخر این چه گپ است؟ وقتی که دکتر با مادرش گپ میزد شنیدم. زینب هم آنجا بود. او نیز میداند. خدای توبه. اکا بیمارت گفته هیچ چیز نگفتم، لیکن حالا عقلتان به سرتان نآمده است. این مراتبه چندم است که دروغ میگوید؟ مرا قاتل دامادم کردنید؟ شما چی مقصد دارید اکا؟ با فکرت من دروغ میگویم؟ دروغ میگوید. با خدا راست. خدایا با من صبر ده. از برای خدا بس کنید اکا، بس کنید اکا. گپ نزنید. کفایه است اکا، کفایه. دخترم چی شد داماد؟ برای معاینه آقای رفیع آمدم. در نبودن ما کم از نقطه طبی گریختند. طاهر خواطر شده از پسشان آمد. پسرم اکم رو خوب معاینه کنید. و فکرم دیوانه شده است. مرا هم دیوانه کردن میخواهد. خدای توبه. دکتر برات بوده است. یا توبه. آقای رفیع چرا از نقطه طبی گریختید؟ به دلتون ضرر دارد. استراحت کردنتان لازم. دفع شو از نظرم. فکر نکن که نجات یافتی. حامد به من باور نکرد، لیکن که بودنت را حتما اثبات میکنم. حالا میبینی تو را نیست و نابود میکنم. چی گپ شد پسرم؟ آرام شوید مادر جان، جای خواطری نیست. پدرم با امکم باور نکردند. واضح باور نکرد، لیکن اگر بعد باور کند چی می شود؟ مادرت راست میگویند. در اینجا ماندنمان خطرناک است. فردا صبح بر وقت براه میبرایم زینب. خیلی خوب می شود طاهر. باید پیش از برابر آمدنمان تو رو معاینه کنم. مایلش. پس از رفتن ما برات بودنم آشکار میگردد. وقتی که آقای حمید ما رو نمیابند و شما در میافتند، شما با ما میروید. راست میگویی پسرم؟ بله مادر جان. خواهرت را هم همراه میگیریم؟ مایلش مادر، برفین یلمز را هم میگیریم. کنی برا
تشکر اکا. سلامت باش. سمنگر اگر به کفن گوش نکنی، اگر یگان بیعقلی کنی، با خدا رحم نکرده تو رو میپرانم. راگت راگت به پیشنی دار راگت زتا زنی آن خائن را دزدیدم. دانسته باش که آن خائن هم در آنجاست. در هیچ کجا نیست جناب سبا. و فکرم از پی مژده رفته است. گوش کنید، از او احتیاط شوید. اگر فهمد که شما زنش را دزدیده اید، به نزدتا رفته شما را همانجا بقی میکند. با دقت باشید. ای بیا بس کن. غیرت داشته باشد کنی بیاید. بخونم در آمدن نمیتواند. برفین در کجاست؟ برفین؟ برفین؟ برفین در کجاست ابله؟ برفین در کجاست؟ من نمیدونم. حلیف برفین در کجاست میگویم. بار آخر میپرسم همسرم در کجاست؟ سدم خانم همینجا هست. مالی نوآوردی ترگوت. تکاری خودت را کن. پیش درم. این دختر از ده هوا شد. البته ولی باسرش نیکرد. بندرون درو. درید. اون گبزن ابله. برفین در کجاست؟ گبزن بگویم همسرم در کجاست؟ گبزن زنم رو در کجا پنهان کردی ابله؟ گبزن وگرنه میپرانم. گبزن گفتم. گبزن شد بگویم. من برفین رو فروختم. من برفین رو با یک فاحشه خانه فروختم. رهایم کنید. راهگر میگویم. من در بیرون چیکار میکنم؟ نباید این کارو بکردید. برد را از نظرم دفت کنید. سردی تشبه حیاتان را سوزاندی. دفشم. رهایم کنید. شما مرا بیمار کردید. شما مرا کشتید به ناموس ها. ابله وقتی که اونها را استفاده میبردی خوب بودن. دفشم از اینجا. کنی به اینجا بیا. راگر شما مرا کشتید به ناموس ها. من چیکار میکنم؟ چیکار میکنم؟ به ناموس ها. گبزن برفین را با کی فروختی میگویم. گبزن میگویم. گبزن شرف مدی تقدیم میکند. علامتا یار دهان نگوریز احمد. نگوریز پلید. نگوریز میگویم. دوید زودتر. خوب شد. دوید زودتر باشه. گریخته است ابله. گریخته است. دوید زودتر باشه.
آن خائن را دستگیر کنید. از پسش روید. به ناموس. اینقدر شیرین رو بوده است. کنی گوی چی نام داری؟ نه ترس دختری زیبا، من با تو کمک میکنم. چی خیلی کمک؟ کی بودنت معلوم است. خیلی گبدان بوده است. تو تیبرین میسر آید. اینجا بیا. لبه گیر. دختر خیلی زیبا سوزن خانم، مثل او از گنجو نمیابید. این دفعه کمی پول زیادتر دید. کنی از پسی کارات شو. آدم شده است و از من پول طلب میکنند. با من نگر، من بغیر از تشکیلات دیگر با کسی انداز نمیسپارم. هر نفری انداز طلب کند او را با تشکیلات میسپارم، دانسته باش. نه سوزن خانم، مرا نادرست فهمیدید. چه خیلی انداز؟ این انداز این ماه هم از ماه گذشته کمتر است، چون که مشتریانمون این ماه کم بودند. این ماه همین قدر داده میتوانیم. برای پول را گرفتنت در اینجا امضا گذار. مایل شفا. ریزا! سرده مرا، سرده میگویم، سرده. آرام شو احمق. اندازی تشکیلات رو گرفتم. بناموسا، دشمن با خانه بداره. شما در کجا بگرده؟ اینجا بودیم جناب. رفته یابد. آن خائن را یابد. از فتر کجاست ها؟ در آقل است. یابد زودتر. یابد او را. با اون طرف. یک طرف است. زود باش. است. کبسن ابله برفی در کجاست اگر نمیکشم. استو میگویم شد. تمام میگویم. استو میگویم. در ناحیه ترگوت گفتنی شخصی است. با فروش دخترها مشغول است. من از نشم. او با تو کمک میکند. همه او را میشناسند. نکش خواهش میکنم. نکش. خانه رو استو میگویم. ناردهست. مشروع شدم. بمورم. رهایم کنید. کوششت بیفایده از جانکم. از اینجا رهایی ندارم. رهایم کنید. رهایت کنید؟ با بخش نمیتوانیم. این بگاه مهمان را قبول میکنی جانکم. چی خیلی مهمان؟ تو جا میگویی؟ سرده مرا، سرده. کشای درا کشای درا. آماده شد. مشتری اولین رو به نزدت میفرستم. نتیجه تشخیص چه خیلی است طاهر؟ حالا هم بد است. بیماریت بهتر شده است. این خیلی نتیجه خوب است. یعنی چه خیلی؟ خدا تو را شکر میگویم. لیکن باز هم خودت را احتیاط کن زینب. بعد از این قدر ناخوشی و این خبر مرا خرسند کرد. دیلا نتیجه تشخیص خوب بر اومد. با فکرم صحت رو بیستدم. خیلی خرسندم زینب. شاید همه آرزوهایم عملی میگردند. شاید فرزنددارم شوم. همین طور نیست. همین طور نیست طاهر. شاید به یگون ترس و مادر شوم. انشالله زینب انشالله.
خداوندا آنها رو خوشبخت گردان. سلام، خوش آمدید آقای فؤاد. خوش باشه. از شهر برای کودکان بازیچه و شیرینی گرفتم. براستی؟ سلامت باشه. انا بینید بچه ها به شما چه کردن؟ اینش از تو. تشکر. اینش برای تو. دیر جون. اینش باشه. تشکر آفادیلو. انا اینش از تو. تشکر. دیگه. سلامت باشه. تشکر آفادیلو. سلامت باشه. گیره. خدا شفا. اینش از تو. تشکر آفادیلو. این دفعه. از من این دفعه. آقای فؤاد در ماشین چه میگیرید؟ البته. حوصل میونم. به خبرگیریتان اومدم و رویم نگاه نمیکنی. تعبم خیره است. چی شده است؟ تعبتون رو کی خیره کرد؟ کنی گپ زنید؟ چی شده است؟ گپ زنید. ای آقای رفیق، گوی داخل چی شده است؟ شاید کمک کرده توانم. دکتر طاهر براتی پسری زلال است. چی؟ نه آقای رفیق، آخر او دامادتان است. های دشمنمان دامادمان شد. واه واه واه، کاری کرده ای زلال رو بینید؟ دختری حمید رو با پسرش عروس کرد. میدونید اگر آقای حمید فهمد او را جا بجا میپراند. نپراند، به من هم باور نکرد. چی خیل نکرد؟ میترسم که باز بیمار نشوید. غم و اندوه میتواند به سکته دل یا دیگر بیماری آورده رساند. السلام علیکم برادران. و علیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم. به من نگرید، گیرین را یگان تحتان سلاح را پاسبانی کنید. تقدیم نکند. ایمون در مسجد چی کار میکنید؟ باری هم نماز نخوندید، نمیتوانید. تان را گیرید احمقا، فرمان تشکیلات است. هممون باید خود را دیندار نشان دهیم. اگر یکم نفرتان از نماز گریزد به قتل میرسانم، فهمیدید؟ السلام علیکم. سینان، ایسا یک دم اینجا بیا. اینجا بیا. چه گپ رئیس؟ چی شد؟ خبرداری دکتر طاهر پسر زلال برات بوده است. نخواه به خدا راست. لیکن زلال و حمید دشمنی جانیت. اما طاهر با دختری آقای حمید خاندار شده است. اگر حمید فهمد دختر را زنده نمیگذاردن طرحش کاری خود از سینان. یا حمید دکتر را میپراند یا اینکه دکتر از ده برانده میرود. ما هم از دکتر خلاص میشویم. راست میگویی، از دکتر خلاص میشویم. جنابی سبا با شما زنگ میزنند. الو لبای جنابی سبا. خواهید با خونم زده در آمد. و شما گفته بودم که احتیاط شوید. ایمان این گپ ها را سینان. آن نوبکار به جستجوی همسرش رفت. جایش را گفتم آخیر.
مجبور شدم که گویم. بفهمی مجبور شدم که گویم. شد چرا به غضب آمدید؟ از من چی میخواهید گویید؟ حتما اون خاین رو یافتم و قتل رساند. شد فهما من از پی اون خاین میشوم. صفا بیا به اینجا بیا. آن یلمزی به ناموس به ناحیه رفته است. چاره‌اش را بین. در کجاست؟ زنم در کجاست؟ و زنم چیکار کرده؟ من چی؟ پاسپانی زنید زنم در کجاست؟ و زنم چیکار کرده بگویم؟ گبزن تو را میکشم. همسرم رو با کی فروختی؟ گبزن با کی فروختی رزیل؟ به آنها ضرورت نمیرسد. تو چیکار میگویی احمق؟ گبزن احمق او رو با کجا بردی و با کی فروختی میگویم؟ گبزن رزیل. آنجا در حمایه تشکیلات است. گبزن همسرم در کجاست؟ کنی گوی جونکم داخلشو تبار داری؟ نه همراه بابا و بیبی هم زندگی میکنم. سوزان خانم این مرد شما رو دیدن میخواد. بیا خوش آمدی. خوش باشید. نه درس آرام شو. تو رو باری اول در اینجا میبینم. بله باری اول است میآید. یعنی باری اول میبینی. آدمی با تقدیر بوده ای. یک دختری پریچهر تو رو انتظار است. خدایا التجا میکنم با من مدد رسون. ای خدا جانم رو گیر. مرا به دست مردانی نامحرم مسپر. شرم ندار. نه خود مرد شرم دارد. شد اکنون راحت باش. او نیز مثل تو نو آمده است. در اینجا نیست. کنی گذر. گذر جانکم. راست با من نزدیک نشد. رشید را کی به وی رساند؟ باری هم فرزندانت را گروس نگذاشتم. پس از مردی همسرت فرزندانت را نگاه بین نکردم. برفین تو در اینجا چیکار میکنی؟ اگر رشید التماس میکنم مرا خلاص کنه. مرا با زوری آوردن، با خدا دزدیدن. یگون کس به من دست نرسونده مرا از اینجا خلاص کنید. التماس. آقای دکتر بیارید او رو زودتر بیارید. آقای دکتر دمه زودتر باشد که وگر نمیمیرم. بیشتر صبر کنید. با او چی شده است؟ وای از بلندی افتیده است. از کوهی افتید. زود رو بدن اومده. زودتر باشو. زودتر. السلام و علیکم السلام. ایست زلال این چی کاری کرده است؟ چی کار کردم رئیس؟ سالهای دراز برات مرده است گفته همه را فریب دادی. تو چی هم میگویی رئیس؟ زلال این دختری ده پسرت برات بوده است ها؟ پنهان نکن زلال، پنهان نکن. همهش دروغ است رئیس.
شاید رافی ظالم گفته باشد. دروغ بوده است. دروغ است یا نه معلوم شود. اگر رئیس از زنده بودنی برات خبردار شده باشد و مظلومی ده هم میگوید. زلال سرت را یافتی. چرا میگفتی که دختر پسرت است؟ پسرم کمی خوبتر فکر کن او را به خاطرت بیار. به خدا طاقتم تاق شد پسرم، به خدا طاقتم تاق شد. به خاطر آرام البته به شما میگویم اما که امید خیر با اجازه شما من رفته که میسی رو میگویم. او را دختر یعنی برات چی کاری کرده است؟ عیبی دختر نکنید رافی. تو کارت را کن، با کاری مردها بینی نخلان. یکا باز همان گپ. به خدا عیب است که عیب است، میفهمید؟ عیب است یکا. عیب است به خدا عیب است رافی. مرا دیوالا نکن زلک نشو. آقای حمید شما چیکار کردید؟ ها؟ چیکار کردید؟ ها؟ دخترتون رو با دشمنتون داده؟ ها؟ یکا این چی کار است؟ با رئیس هم گفته اید؟ با رئیس هم گفته اید؟ آقای حمید آقای حمید او هرگز به شما باور نمی کند آقای رافی. نگره طاقت گوش کردن هم ندارد، حتی گریخته رفت. تا کجای خواهد گریزد؟ حتما با او اثبات میکنه. آقای رافی با گپ خالی کار حل نمی شود. رفته خانه زیلا را کوبید، حتما در اونجا یکان چیز رو برای اثبات می یابید. من هم به جای شما می بودم رفتم یک کفتم. یعنی میخواهی من دوست برین به خانهش در آیم؟ زینب زود رفتیم دخترم. نمیتوانیم باید انتظار شویم. از چی رو انتظار میشویم؟ چوپان ها یک زخمداری رو آوردند. طاهر با او مشغول است. خدایا این چه روز است؟ فورا گریختنمان لازم زینب. مردمی ده از برات بودنی طاهر با خبر شدند. شما چه گفتید خالای زلال؟ رئیس من رو در راه داشته گفت. معلوم می شود که امکت همه چیز رو به رئیس گفته است. از این برمی آید که برات بودنی طاهر رو مردمی ده هم می داند. خالای زلال شما چی ها میگویید خالای زلال؟ آقای طاهر چطور میتواند پسر شما باشد؟ با همه این کار میکنم لیکن با تو نمیتوانم دیلا. راست از دخترم براتی رو که سالهای سال مرده گمان میکردی طاهر است. دیلا زودتر بیا، با کمکت احتیاج دارم. دارویش رو عوض کن دیلا. دیلا با تو میگویم نشنیدی؟ شما در حقیقت براتید؟ تو هم فهمیدی. روید از اینجا. اگر آقای حمید فهمد شما رو میکشد. شرف مدیا تقدیم میکند. از اینجا روید. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوهای نو با خبر شوید. دیلا با خدای حالا که بیمار داریم باید در فکری بیمار باشیم. زودتر زودتر. معقول شد. این دختر رو با من بدهید، او رو میبرم. او به صاحب نیست، فهمیدید؟ من او رو میبرم. چی گپ است؟ اینجا خانه پدرت مگر؟ چرا داد میزنی؟ او رو میبرم گفتم. چی شد؟ معقول شد مگر؟ یا اینکه به نکاح در آوردن میخوای؟ کی گفت تو را برده میتوانی؟ این فکر و اصلت برای رو با هیچ کجا نمیبری و از اینجاست و برای ما خدمت میکند. فهمیدی؟ آنقدر بیزیب هم نیست، مشتریانش زیاد میشن. آتان رو میکشم. این دختر خواهری من است. او رو رها کنید. فهمیدید؟ فهمیدید؟ رها کنید. فهمیدید؟ فهمیدید؟ سرده مرا سرده مرا نرسه با او سردیه درو نزانه درو سردیه
شو از اینجا راه شو سعدیه پیش برو سعدیه نرو سعدیه ترسیدی کبوترک؟ گفت شده رو از اینجا اگر بار دیگر تو رو در اینجا بینم میکشم ابله در رو محکم کن تو رو حتما نجات میدی هم وقتی گبزن احمق همسرم را به کدام فاحشه خانه فرختی گبزن دیوانه شدی اگر مهاجر روی تشکیلات هم تو و همه رو میکشند پیش از تشکیلات خودم تو را پارا میکنم پلی شد ایستا میگویم توی وگرنه تو را زنده نمیگذارم احمق خدا میگویم اگر یکی نکشر دارم مرا رها کن که از این جای ها گریختم اول جای همسرم را میگویی اول در کجا بودنی همسرم را میگویی برای خوراک آوردم اپا من اویله دارم من شوهر دارم رحم کنید از برای خدا رهایم کنید با من نگر و نغزک در مینه جا کن از اینجا رهایی نداری مایل شبه چه خیلی شما خواهید انا همین خیلی طاعت کن اپا در رو محکم نکنید وگرنه خودم رو در محبسیز میکنم محیلش لیکن فکری گریختن رو نکن دری اساسی محکم است در بیرون نگهبان ها استادن گریختن نمیتوانی فهمیدی جانکم؟ خدا جون کمکم کن من دخترم بیمارم رو در دم مرگ گذاشته رفتن نمیتوانم طاهر پس چی کار میکنیم؟ تا به خود آمدن بیمار صبر میکنیم پسر آقای رافی حقیقت رو میدوند دیگر در اینجا ماندن برای ما خطرناک است
این طاهر رو نوشته است اکنون به دست شما در خانه من چیکار میکنید آقای رافی؟ این چی کار است؟ کنی از اینجا برایت همسایه ها یادی دیهت خانم دوست در آمده سرده میگویم بیایید همسایه ها و این دیگر آقای رافی برای دوزی به خانم در آمده این زن دروغ میگوید چی خیلی دروغ شما در خانم در پیش شرم دارید آقای رافی شرم دارید آقای رافی استید آقای رافی چی شده؟ چی میشد؟ برای دوزی به خانم در آمده دستگیرش کردم دیگر همسایه ها شما شما چی کار کردید؟ یک توبه به خانه یک زده برای دوزی آقای رافی شما چی کار کردید؟ چی کار کردید؟ نخود همین طور کنید به خدا شهباز راست گفتی یک مکتوبی رو که از خانم رابعه آمده است یافتم همش در اون نوشته شده است اگر حامد اون مکتوب را بیند کار تمام لیکن یک چیز رو نفهمید صبر کنید یعنی مکتوب را هم نخورید آقای رافی این طرفش آسان است کاری کرده مکتوب را میگیریم گوش کن سینان و تو یک کار دارم تو از دکتر خلاص شدن میخوایی این طور باشد گوش کن خانه زلال در آمده یک مکتوب را مییابید و بعد کار تمام اگر رافی این مکتوب را یابد به خدا احوال ما بد می شود خداوندا باید پیش از بسر ما یگان فلاکت آمدن برفین و براتم را گرفته گریزم شرف مدیا تقدیم میکند سلام علیکم برادر. و علیکم. همین سراغ را میجوییم. دیگر بس از خواهخانه به طرف چپ برد و بعد درست. تشکر سلام. ابا جان خواهش میکنم رهایم کنه خواهش میکنم مرا سر دید ابا جان به خونه ما رفتن میخواد یارو بس کن حاضر مشتری می آید
انگشتری به شما زیدیده است دیلو. شمایید آقای فؤاد. اول خواستم به نزد کودکان روم اما کودکان رو جواب دادیم. عمر رو هم به خانه بردم. او رو به الدو سپاریدم. فهمو. میدونم کارتان زیاد است لیکن برای یک چیز رو پرسیدن آمده. کی خانه دور میشویم دیلو؟ اگر خواهید در حال توی میکنیم. میخوام که زود خانه دور شویم دیلو. این رو باید از یوزماس پرسم آقای فؤاد. در کجا بودنش رو گویید. من در حال میروم. نه خودم به او مکتوب میفرستم. همین روز فرستید. میلش دیلو. میلش آقای فؤاد. از این پس من رو آقا نگویید. عادت کردم. بابای رحمتی هم همین طرف تربیت دادند. خیر میلش. خدا التجا میکنم او رو در پناهت نگه دار. از من خبرهای انتظار شوید آقای رافع. آن مکتوب رو میگیرید. خیر است. تو نمیتونی بازی اکا هنی ایستید. شما چی کار کردید ها؟ در ده خبر پنگ کردنتان پس نبود که باز به خانه زیرال دوست برندر آمدید. به خدا شما مرا دیوانه میکنید اکا. حالا ایستامید. با من باور میکنید که بودن دکتر را با تو اثبات میکنم. کلی بینه بعد چیکار میکنی؟ خدایا با من صبر ده. من نکنم چیکار میکنم. علی پسرم اینجا بیو. بابای پدر گوش کن علی. با تو یک چیز میگویم لیکن در بینمون میموند. با کسی نمیگویی. اکنون با من خوب گوش کن. از پس اکای طاهره نظارت میبری. هر کارش رو با من میگویی. با کجایی که رود از پسش میروی. فهمیدی؟ چی شد دیلو؟ باید هرچی زودتر از اینجا روید آقای طاهر. میلش بیمار که به خود آمد او را با تو مانده میروم. من میترسم که مبادا پیش از به خود آمدن بیمار آقای حمید نفهمم. زودتر روید آقای طاهر. التماس. من در کجایم؟ در دهه آبی کلام. چوپان ها شما را یافت آوردم. آی دکتر اینجا بیا. من را با پایان تله دادن. کی شما را تله داد؟ کی شما را از جاری تله داد؟ کنی گفزم چقدر اینجا افتادی؟ همراه یک دوگانم از خونه گریختم. این خیل شدنش را فکر نکردم. بعد به دست این آدمون افتادم. اپا من میترسم. من را به نزد بابایم برید. میلش میبرم گریه نکن. اپا حاضر میآیند. من چی کار میکنم؟ التماسی اوریدیه. شما آسوده باشید. پروا نکنید. ما همش رو نمودیم. گذارید. مرحمت. رفتیم. آموزت رو نبرون. میگریزیم. رفتیم.
میشوند. زودتر باش. گریخته است. گریز. نه نمیگریزم. شما هم بیایید. گریز. با پست نگاه نکرده گریز. زودتر. های سگ بچه ها، دختر گریخته. شما گوشه را نگاه میکنید. زود را کافته یابید. زودتر. این رسدانگور پیدا شد. بیاید اپا جان بیاید. زودتر رو من از پست میروم. درو کشو. چرا درو محکم کردی؟ به این طرف کن. با کجا رفته باشد؟ به این طرف کن. راگر پسرا. در کجاست؟ ولی یکی بیناموز. رفته پسرا. شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا مناسبت و از نوارهای نرم خبر شوید. خدایا این چه نابراری است. برای نجات برفین وقت خیلی کم مانده است. من کیفیت شده تو بازی میکنم آقای طاهر. با غریبی عمر، لیکن سیاد نشده از جویت خیستن و بازی کردن ممکن نیست. فهمیدی؟ فهمه آقای طاهر. گوش کنید. تو در اینجا، شما باشید با اونجا. ایتین تو با من بیا. گفته هایم رو فهمیدی الان؟ از یلماز خبر انتظار میشوم. شما خواطر نشوید اپی دیلا. گفته های ما رو هم فراموش نکن. تیار شوند. آمده اونها رو میگیریم. شد خاله زیلال. اصلا فراموش نمیکنم. الدو با کجا میرود؟ برای یک کاری خیر به یلماز خبر فرستادیم. بخیر است؟ چیکار کاری خیر دیلا؟ دیلا با آقای فؤاد ازدواج میکند. من هم حاضر فهمیدم. راست؟ مبارک شود دیلا. تشکر. لیکن شما فکر ما رو نکنید و در فکر خودتان باشید. خواهش میکنم. در این دیه ماندن شما خطرناک است. دیلا راست میگوید. کاری کرده آقای رافی را به تو گفتم پسرم. اگر مکتوب را از دستش نمیگرفتم به خدا همه برات بودنت رو میفهمیدم. شما برات هستید؟ تو چه میگویی علی؟ شما دشمنی ما برات هستید. علی ایست. علی ایست. برات هستید. گوش کن.
مرا سر دیه دپا رفته با پدرم میگویم خونه اکم در زمین نمیموند. سر دیه دپا سر دیه گوش کن او شب هریمان است یزمت حساب می شود. اگر پدرم او رو کشن من هم میمیرم. تو مرگی مرا میخواهی همین رو میخواهی؟ نه. اگر پدرم او رو کشن حبس می شود یعنی هم بی اپا و هم بی پدر میمونیم. تو همین رو میخواهی همین رو میخواهی؟ نمیخوام اپا جون. پسرم علی تو برای چی گریه میکنی؟ هیچ پدر هنگامی دویدن افتید برای همین میگی. بله پدر افتیدم لیکن حاضر خوبم. خوب فهمو. پسرم بسرمون یکون نخوشی نامده بیا از دیها رویم. مکتوب در کجا باشد؟ در کجا باشد؟ در خونه یکون خیلی مکتوب نیست نو. همه جا را خوب گفتید. یک مکتوب یافتم سینا. کشو کنی چی نوشته شده است؟ همان مکتوب است. وقتی دختر با آخر رسید میرویم. باید به اینجا نمی اومدید. من خودم چیز و چارهتان رو می بردم آقای طاهر. با بهانه گرفتن یک دو حجت باری آخری اینجا رو دیدن خواستم. آقای دکتر شما روید مرا که طبابت میکند. خواطر نشوید همشیره همینجاست. می رود او رو دیگر هیچ گفت نمی بینم. دیلو به یلمز خبر فرستادم. من برای دیگر چیز آمدم. خوب هستید؟ هرگاه شما رو بینم غمگینید یا طبعتون خیره است. سببش رو دونستن میخواهم. اگر یکان مشکلی داشته باشید گویید کمک میکنم. فؤاد بیهوده کوشش نکن، کمک کردن نمیتوانی. دیلو همیشه همین خیل است. در یک کنج دلش یک سیر نهان است که درباره‌اش با کسی نمیگوید. تو نیز کوشش نکن. خیر من رفتم. آخر به هوا نپریده است که این دختر کجا شد؟ نااهوده براها از تگ زمین هم باشد او را پیدا کنید. الو. خوب شده است جناب. راستی ما این دخترها را به بیرون نمیفرستیم، لیکن مایلش دو دختر مایلش هیچ پروا نکنید. با کجا؟ با میمون خونه سرای. فهمو حاضر دخترها را میفرستم. رفته دختری نو را همراه سلما آورد. کار برآمد. دخترها را به مهمان خانه سرای میبرید. مشتری شما را انتظار است. فرمانی تشکیلات زودتر آنها را گرفته برید. چرا شک شده مانده؟ داد خانم تش درا کار برآمد. نه کنی را گر گفتم نمیروم. نه ساده نشدا ساده سلاحایتان را پرتایید گفتم. پرتایید
پرتایت برفین گریز سرده اگر از پس همایت او را میکشم هر دویشان را دستگیر کنی گریز برفین گریز داو برفین داو کنی بالارون درو برادر به کجا؟ گمشوان هستم البته جناب بیکورم مرحمت بیایید کدام برفین تو گفتم برفین بگوجاست نمیدونم من میدونم کمی پیشتر یک کس او را گریزان به طرف چپ کوچه گریختن شتاب کنید آنها رو میابید آدمان سوزن خانم از پسشان رفتن شرف مدیا تقدیم میکند آقای رافع چه شد رئیس؟ سینه این نیکی هایم را اصلا فراموش نکنید آقای رافع این را برده به حامد نشان میدهم کنی بینه مکران چیکار میکنی دکتر؟ بسیار میخواستم که طاهر در اینجا ماند اما من هم در اینجا ماندنشان رو میخواستم خالای زلال فؤاد گلا اول به خدا و بعد به تو امانت او خیلی دختر خوب است او را احتیاط کن خاطر نشو طاهر دیلا از من راضی باش راضیم شما نیز راضی باشید من هم راضیم چی شد الدو؟ آنقدر خبری خوش نآوردم خاله زلال چی گفت شد الدو؟ جناب سبا باز برفین را دزدیده است چی؟ و چی هم میگوید؟ یولمز چی؟ یولمز هم نیست با همه که داوود گپ زدم او گفت که یولمز به نزد جناب سبا رفته است سبای خوین که میدونه دخترم را به کجا برده است جناب سبا برفین را به ما فروخت برفین دختر شماست ها؟ یعنی اون دختر برفین بوده است خوینونی نابکار دلموز اشتی تو اما خواهر نداری مگر همه نوکس بناموز مادر و خواهر نداری تو حالا دختر در کجاست؟ او را به کجا بردید؟ گپ زن من مجروح شدم لیکن نام آن آدمی که او را برد ترگوت است دختر را برده به یک زنی با نام سوزن خانم میفروشد برفینم رو نجاتی در دستی آنها نگذاری برفینم رو یاده رو نجاتی داو برفین ایستد نگورده ایستد نگویان داو برفین با شما میگویم ایستد ایستد نگویم یکان دختر همراهی مردی از اینجا نمیگوید من اون طرف گریختن تشکر
خواستی برفین خب بابا که خواهدت نشوید. از ناخوشی به سری برفین آمده غمگین شدم. نجات دادن خواهرت وظیفه توست طاهر. همین که برفین رو یافتم به شما خبر میدهم. مادرم به تو امانت. تو خواهدت نشم. خدا نگهبانت زینب. راحت سفید طاهر. دمیر حالا هم به خاطر نآوردی کی بودنی برات به خاطرت نآمد؟ نیامک چیزی رو در خاطر ندارم. گوش کن یک کاری کرده به خاطر بیار وگرنه حالت بد می شود. فهمیدی حالت بد می شود. او را مجبور نکن. انا به تو اثبات برات بودنی طاهر. این چی است که؟ این مکتوب را خانم رابیه بازیلال نوشته است. برات اکا شما راست گفته اید اکا. راست گفته بودید. من خودم سلاح دارم. شاید از تو کار نکنم. دید استعدامی شما چی کار کردید؟ دادرتون را قاتل کردید و کارهایی که به تو دخل ندارد بینی نخلان. براتی پسر زیلال، براتی دشمنی جانم، براتی دامادم تویی. بله برات منم. در آستینم. مار را جای کردم و خودم خبر ندارم. الرجال يلي كانوا يساندونا من زمان هلأ صاروا عم يحكوا باسم الحكومة وعم يطالبوا التعامل بشفافية مطلقة. فوق منا صار بدهم يحاسبونا. ما عم بفهم شو عم يصير. كيف عم يقدروا يتلونوا بهالأشكال؟ نحن يلي كنا السبب بتغيير مسار البلد من الأساس، والفضل كله بيرجع لاتفاقياتنا نحن. بخصوص قضية العصر والمواضيع اللي عم يتركز عليها، وبالنسبة للأعداء اللي ظهروا فجأة وكمان اللي عم بيطالبوا بتوقيف التنظيم، نحن صار لازم نعرف دوافعهم بالضبط ونعرف مين هن اللي وراهم، لأنه بقاء هالناس عم بيخلينا نحس إنه النهاية قربت. الحقيقة ناطرتنا أيام صعبة كتير، لأنه حتى اللي بيشتغلوا لحسابنا بالمخفي صاروا عم ينكشفوا، وخصوصا هلأ بعد فتح الأوراق والملفات القديمة من أيام التسعينات ولحد هذا اليوم. حتى الزعيم المسجون بالجزيرة بلش يعترف بكل شيء. مشان هيك صار لازم ندور على مواضيع تشغل بال الإعلام عنا بهالفترة، بلكي بنقدر نرجعهم لصفوفنا. من زمان ولحد هلأ الشعب الكردي عم ينظلم وعم يتعرض للتعذيب والاضطهاد اللي نحن حطيناه فيه واللي نحن كنا مجهزينه من الأساس. ولهيك لازم ننتبه من يلي بلشوا يحاولوا انه يحلوا هالمسألة سلميا عكس ما نحن بدنا تماما. يعني إذا انكشفت كل مخططاتنا القديمة وقتها فينا نقول نحن انتهينا. خلاص ما بدي اسمع هاللهجة التشاؤمية. صار لنا سنين عم نتعب وعم ندرس أوضاع البلد وعلى هالأساس عم نخطط. يعني كل شي محسوب. وتذكروا انه نحن اللي هزينا البلد بالماضي، ونحن اللي مارسنا على الشعب وعلى القيادات الحرب السيكولوجية. اتركونا من كوابيس الحاضر هلأ، خلونا نفكر شو بدنا نعمل. أنا عندي اقتراح.
في كتل وطنية كتير بالبلد ولازم نستغل وجودهم بهالفترة، وهالشي ممكن عن طريق خطط جديدة نبتكرها. يعني مثلا نعمل كم مشكلة كبيرة تأثر على الحكومة، اضرب بالسجن على سبيل المثال. بهالطريقة رح نرتاح شوي من الناس اللي عم يتابعونا. بالنسبة إلي أنا بشوف إنه هذا هو وقت تفعيل المنظمات، وخصوصا منظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة والمجتمع المدني واللي هي تحت سلطتنا. يعني بنعمل مظاهرات بمسميات جديدة وشعارنا القيادة المثلى هي إرادة الشعب. هذا هو رأيي، شو رأيكم؟ بالإضافة للي ذكرتيه لازم نشوف تشكيلات جديدة تكون مؤيدة للجماعات الإرهابية المنتشرة، وبالنسبة للمظاهرات لازم تكون مدنية ومباشرة وتقدر توصل الشيء اللي بدنا نقوله للدولة. أنا هذا رأيي. هي الطريقة الوحيدة يلي رح نرجع الخوف والرعب لأغلب المواطنين بالبلد وننشر الرعب. باختصار لازم نخلص من حالة الأمان المنتشرة بهالأيام، لأنه مثل ما بتعرفوا هالشي مو لصالحنا أبدا، وممكن أنه يأثر على كل شي عم نخطط له حاليا ومستقبلا. مشان هيك أنا موافق على اللي قلتوه، لكن خلوا أفكاركم كلها تصب بكيفية توجيه ضربة للحكومة ولكل المؤيدين إلها. أنا بشوف إنه هالشي حالياً بيتطلب زيادة بالعمليات، وخاصة السلب، النهب، القتل، التفجير بكل المحافظات الغربية، وتحريك كل فئات الشعب، ممكن عن طريق الإعلام أو عن طريق الإعلانات الطرقية أو أي إشاعة ممكن نشرها بالبلد لحتى نخلي الكل ينتفض ضد الحكومة الفاسدة. لازم نصعد التوتر بالبلد بحيث نلغي كل الأفكار السلمية ونخلي التصعيد هو المسيطر. يعني لازم أي مظاهرة شعبية أو اعتصام يصير من طرفنا يتحول لمواجهة دامية بين كل المواطنين ورجال الشرطة، حتى لو كانت النتائج أرواح الناس. طالما توجهنا للمظاهرات فلازم نبدأ من الجامعات وأماكن التعليم، وممكن نستفيد من مجلس الشباب ليساعدنا باللي بدنا نعمله. وهون لازم نركز مين هو الشخص اللي راح تكون المظاهرة موجهة ضده، وخصوصا أعدائنا القائمين على الأحزاب الثانية واللي هن عم بشكلوا أكبر خطر علينا بالوقت الحالي. وطبعا لحتى نضم أكبر قدر من الشباب لازم نعمل شوية نشاطات شبابية لنقدر من خلالها نزرع الأفكار اللي بدنا إياها واللي من خلالها راح تكون رسالتنا للحكومة. بتوقع إذا عملنا هيك رح نقدر نحول نظر الرأي العام عنا بهالفترة. وأقصر طريق لنشغل الإعلام حالياً هو تشكيل شوية اعتداءات على محبي الوطن. يعني ممكن بهالطريقة هي نقدر نجرهم على حرب داخلية كبيرة. لازم نسيطر على كل رجال الحكومة، وقتها بس رح ننتصر.